پیوستن چهره‌های داخلی و بیرونی به کارزار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها. شمار از چهره‌های هنری و رسانه‌ای از کارزار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها حمایت کردند. ادامه کوچ اجباری در شمال افغانستان. طالبان به شمار از باشندگان تخار ضرب الاجل برای ترک منطقه‌شان تعیین کردند. آزمون کانکور با وضع محدودیت بر بانوان. در انتخاب رشته‌های آزمون کانکور امسال برای دختران محدودیت وضع شد. و کاردار سفارت امریکا میگوید که امکان دخالت مجدد نظامی ایالات متحده در افغانستان وجود ندارد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. مسیح علی نژاد، خبرنگار ایرانی، با حمایت از کارزار توقف کشتار هزاره‌ها در توییتر نوشت که زنان در خیابان‌های ایران و افغانستان با یک دشمن مشترک روبروند. او با به اشتراک گذاشتن تصاویر زنان معترض افغان در صفحه توییترش گفت: ما همه همدردیم و رنج‌هایمان شبیه هم است. پس از کشته شدن مهسا امینی با دست پلیس جمهوری اسلامی، خیابان‌های ایران در 2 هفته گذشته ناآرام بوده است. مرگ این دختر جوان بهانه‌ای برای ابراز نارضایتی از سیاست‌های جمهوری اسلامی به خصوص حجاب اجباری شده است که موجب مرگ مهسا و چند معترض دیگر به دست نیروهای امنیتی شده است. علی نژاد بر همبستگی و همدلی مردم ایران و افغانستان در برابر رژیم‌های دو کشور تاکید کرد که با سیاست‌هایشان زنان و گروه‌های اجتماعی دیگر را سرکوب و محدود کرده‌اند. پس از حمله تروریستی بر آموزشگاه کاج، مردم در شهرهای افغانستان و فضای مجازی علیه طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی به خاطر کشتار هزاره‌ها اعتراض گسترده کردند. آنها باور دارند که طالبان تلاش برای محافظت از هزاره‌ها نمی‌کند یا حتی عناصر در این گروه در کشتار هدفمند هزاره‌ها نقش دارند. ملاله یوسفزی، برنده جایزه نوبل، هم روز چهارشنبه در صفحه توییترش طالبان را متهم کرد که از محافظت اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان آبا می‌ورزد. در همین حال مهناز افشار، هنرپیشه ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود با انتشار هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید به این کارزار پیوست. او با انتشار عکس از دختران زخمی آموزشگاه کاج نوشت: دختران ایران و افغانستان، هر جایی که حق زندگی از شما گرفته شده، قلبم کنار شماست و صدای شما خواهم بود. او خطاب به دختران ایرانی و افغانستان نوشته است: امید و باور دارم که روزهای زیبا در انتظار شماست. قوی بمانید. فرشته حسینی، بازیگر افغان سینمای ایران، در واکنش به حمله بر مرکز آموزشی کاج با انتشار عکس سیاه در اینستاگرام خود نوشت: وای وطن، شکسته شدیم از این همه مرگ، این همه درد. او که یادداشت‌هایی در مورد مهسا امینی هم داشته، گفته برای دختران مدرسه کاج کابل، برای فرزندان ایران، برای ما. خانم حسینی با ابراز همدردی نوشته: به اعضای کدام باید نشست، برای چند مادر و دختر و چند انسان باید گریه کرد. پیش از این نیز بسیاری از شخصیت‌های برجسته هنری و ادبی ایران و جهان در همبستگی با مردم هزاره به کارزار توقف کشتار هزاره‌ها در افغانستان پیوستند. تا اکنون هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید بیش از 4 میلیون بار توییت شده است. در عین حال عفو بین الملل استرالیا با نشر توییت خواهان همبستگی برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها شد. این سازمان با نشر فراخوان گردهمایی‌های مردمی در شهرهای مختلف استرالیا در حمایت مردم هزاره نوشت: اقدام عاجل علیه آزار و اذیت هزاره‌ها انجام دهید و با همبستگی نسل‌کشی هزاره را متوقف کنید. در متن توییتری عفو بین الملل استرالیا آمده است که حمله اخیر بر مکتب کودکان هزاره آخرین حمله در تاریخ طولانی آزار و اذیت هزاره‌ها در افغانستان است و ما نباید قربانیان را فراموش کنیم. در حمله روز جمعه با آموزشگاه کاج دست کم 53 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله دختران جوان بودند که در یک کانکور آزمایشی شرکت کرده بودند. منابع محلی در تخار میگویند که مسئولان محلی طالبان در این ولایت به باشندگان بومی ولسوالی خوجه بهاءالدین 2 روز مهلت دادند تا این ولسوالی را ترک کنند. منابع میگویند که حبیب الله شاکر، قماندان امنیه، و محمد کاظم طارق، معاون والی طالبان در تخار، ناوقت روز چهارشنبه 13 میزان به ولسوالی خوجه بهاءالدین رفته و با باشندگان بومی دستور دادند که تا 2 روز دیگر این ولسوالی را ترک کنند. منابع محلی میگویند که مسئولان محلی طالبان در تخار تا اکنون 100 خانواده را کوچ اجباری دادند. به گفته منابع، مسئولان محلی طالبان حتی به باشندگان خوجه بهاءالدین اجازه ندادند که در دشت‌های این ولسوالی زیر چادر زندگی کنند. باشندگان خوجه بهاءالدین خواستار دخالت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در این خصوص شدند. 400 خانواده‌ای که از سوی مسئولان محلی طالبان در تخار کوچ اجباری داده شدند، در زمان حکومت برهان‌الدین ربانی در ولسوالی خوجه بهاءالدین در یک زمین دولتی اسکان داده شده بودند و سازمان ملل متحد نیز برای آنان سرپناه اعمار کرده بود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان انتخاب رشته برای دختران کانکوری را محدود کرده است.
گفته می شود رشته هایی که از گزینه های انتخاب دختران حذف شده شامل زراعت، دامپزشکی، نفت و گاز، اکتشاف معادن و ژئولوژی معدن است. عبدالرحمن عثمانی رئیس هیئت اعزامی کنکور هرات گفته است یک تعداد رشته ها بر حسب فیصله رهبری وزارت تحصیلات عالی برای دختران محدود شده است. این رشته ها شامل علوم وترنری، دانشکده نفت و گاز، اکتشاف معادن، ژئولوژی معدن، زراعت و آن عده دانشکده هایی هستند که برای طبقه آنها ساحه کاری ندارد و یا هم برایشان نمی‌زیبد. آزمون کنکور صبح امروز در 33 ولایت کشور آغاز شد و قرار است برای 2 روز دیگر ادامه یابد. حضور دانش آموزان امسال در برخی از ولایت‌ها به گونه چشمگیری کاهش یافته است. با برگشت طالبان به قدرت، وضع محدودیت بر آموزش دختران، مهاجرت‌ها به بیرون از کشور و افزایش فقر و بیکاری از عوامل کاهش شمار متقاضیان کنکور دانسته می‌شود. کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان که در قطر فعالیت دارد، میگوید که امکان دخالت مجدد نظامی ایالات متحده در افغانستان وجود ندارد. او شب گذشته چهارشنبه 13 میزان در یک گفتگوی مجازی با خبرنگاران پاسخ دادن به این پرسش که آیا ممکن است امریکا دوباره در افغانستان مداخله نظامی کند را دشوار خواند، اما گفت که کشورش علاقمند گفتگو است. دیکر تایید کرد که هیچ شانسی وجود ندارد که ایالات متحده مجددا در افغانستان دخالت نظامی کند. کاردار سفارت امریکا گفت که این کشور از تمام تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به جان انسان‌ها و حقوق بشر عمل کنند. او افزود که کار انجام شود تا طالبان به استانداردهای پابند باشند که تقریباً توسط هر کشور در سراسر جهان پذیرفته شده است. دیکر در بخش از اظهارات خود گفت که او عمیقاً نگران حقوق بشر در افغانستان است که به نظر وی از منافع امنیتی امریکا جدایی ناپذیر است. او حملات اخیر در کابل از جمله انفجار در آموزشگاه کاج را ناجوانمردانه و شرم‌آور خواند و گفت که انتظار دارد طالبان به مسئولیت خود برای تامین امنیت عمل کنند.